سلام و عرض ادب بینندگان عزیز. امروز تاریخ 20 فوریه مصاحبه داشتم در یک برنامه با تلویزیونی بریا که از افغانستان نشر می شود در رابطه با وضعیت غزه و جنگ غزه، پیامدهای آن، سابقه آن و در مجموع یک برنامه خوبی بود که رصد کردیم و همون بخش‌های از سخنان خود که در این میز گرم اشتراک داشتم خدمت شما تقدیم میکنم که شما هم از او استفاده بکنید و در روشنی قرار بگیرید که وضعیت از چه قرار است در غزه و آینده جنگ چه خواهد شد. تشکر زیاد، سلامت باشین. این هم شما و این هم مصاحبه ما با تلویزیونی بریا. ضرب الاجل تازه، وضعیت مردم غزه و هشدارهای جهانی. با گذشت 118 روز از جنگ و درگیری‌ها در غزه، رژیم اسرائیل در یک اعلامیه تازه هشدار داده است اگر جنبش حماس تا ماه رمضان همه اسیران اسرائیلی را آزاد نکند، این رژیم عملیات زمینی به شهر رفح را آغاز خواهد کرد. رژیم اسرائیل همچنان محدودیت‌هایی را برای ورود فلسطینیان ساکن در اراضی اشغالی و مسجد الاقصی اعمال کرده است. در همین حال جنبش آزادی بخش حماس این اقدام رژیم اسرائیل را جنگ دینی و مذهبی علیه ملت فلسطین عنوان کرده. میگوید که نقض حق آزادی در عبادت بی پاسخ نمیماند. از سوی هم تشکیلات خودگردان فلسطین و اردن در اعلامیه گفتند رژیم اسرائیل با بی‌اعتنایی تمام و چشم‌پوشی از هشدارهای جامعه جهانی همچنان بر ادامه جنگ در غزه، کشتار مردم بی‌دفاع و کوچاندن اجباری ساکنان آن اصرار می‌ورزد. قرار است امروز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل بر سر پیشنویس پیشنهادی قطعنامه الجزایر برای آتش‌بس در غزه رأی گیری کند، اما امریکا پیشاپیش گفته است که آن را ویتو خواهد کرد. همزمان با این سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف از اوضاع نهایت نامساعد 17,000 کودک در غزه خبر داده است. این کودکان بر اثر حملات و بمباردمان‌های رژیم اسرائیلی بی سرپرست شدند. و اما در حال حاضر وضعیت غزه و کمپ رفح را چگونه بررسی میکنید؟ رژیم اسرائیل با ادامه جنگ، محاصره غزه و وضع محدودیت‌ها به دنبال چیست؟ مذاکرات منطقه‌ای برای صلح و آتش‌بس چرا نتیجه نمی‌دهد؟ و اخیراً اینکه چگونه میتوان به فریاد مردم غزه رسید و رژیم اسرائیل را مهار کرد؟ سلام و احترام، وقتتان بخیر. به برنامه چشمانداز بریا خوش آمدید. من احمد شاپور للاهی هستم. برای بحث بیشتر پیرامون این موضوع آقایان محمد میرویس غیاسی، تحلیلگر امور سیاسی را از طریق خط اسکایپ از ترکیه و همچنان سیف الرحمن حماد عالم دین را اینجا در استودیو با خود داریم. هر دو مهمان محترم برنامه را خوش آمدید میگویم. آقای غیاسی شما را همچنان میخوایم بحث را از شما آغاز کنیم. آقای غیاسی، میخوایم بدانیم آخرین تحولات در خاورمیانه، در فلسطین اراضی اشغالی و از 118 روز به این طرف در غزه چگونه است؟ میخوایم بدانیم روایت شما طی این 118 روز از جنگ و درگیری میان رژیم اسرائیل و جنبش آزادی بخش حماس چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام با شما بینندگان عزیز و سلام بر روح شهران غزه و دعا بر روح شهدا، اطفال و زنان مظلوم غزه که با اثر تهاجم وحشیانه رژیم اشغالی صهیونیستی اسرائیل با همکاری دقیق امریکا و کشورهای غربی که انجام می شود بحث آغاز میکنیم. ما گزارش را که شما نشر کردین در نیمه بخش اولش نشنیدم و در آخر شنیدم. خب مسئله غزه مسئله مشهور است دیگه. ما با مقدمات این مسئله میخواستیم که داخل شوم، ولی شما گفتین که از چندین هفته به این سوز که سری مسئله بحث کردین و روشن انداختین. وضعیت غزه هم قسمی که از میدیا میشنوین بسیار وضعیت عصب‌بار است. یک وضعیت است که در تاریخ قرن 21 به سابقه است. این همون نشانگری ظلم و وحشت و جنایت مکتبی لیبرال سکولاریزم است که اینا به جهان نشان دادن که اینها نه تنها که در نهادشان حقوق بشر
ارزش‌های انسانی نیست و اینها یک شعار کاذب است. اینها می توانند که در این قرنی پیشرفته که خود متمدن و مدرن میگیرند 30,000 نفر اینا بکشند، اطفال، زنان، پیرمردان، پسرپناها را و 60,000 نفر زخمی بکنند و 17 سال به این سو غزه تحت محاصره است. در طول 17 سال بیشتر از 12 جنگ تا حال اسرائیل در اونجا برا انداخته که تلفات جانی و مالی همیشه داشته و بعد از سال 2014 یک بار مکمل غزه را ویران کرد. ولی حالا بعد از طوفان اقصی که مردم غزه و خصوص نیروهای حرکت اسلامی حماس که ناگزیر بودند که این عمل انجام بدن به خاطر از اینکه اونا زندگیشان در طول 17 سال گذشته بعد از سال 2006 در میان مرگ و زندگی بود، یعنی یک زندانی آزاد در عمق 52 کیلومتر مربع بود که توسط مصر و توسط رژیم اشغالگری صهیونیست اونجا محاصره بود. با استثنای سال 2011 که مرسی به حکومت رسید، یک سال مرزی رفح به مصر باز بود. باقی در همکاری با کشورهای عرب و حاکمان عربی خیانتکار به قضیه فلسطین و به قضیه اسلام این منطقه محاصره است. ولی حماس ناگزیر بود که عملیات انجام بده. من که سران حماس هم یک ماه پیش هم دیدم، او گفت که ما همیشه جنگ ها تلفات داره، همیشه قربانی داره، ویرانی داره و نتیجه را بعدا به دست میارد. ولی جنگ غزه جنگی بود که قبل از اینکه تلفات قربانی بتن نتیجه خود به دست گرفت. یک بار دیگر مسیر تاریخی امت اسلامی را به خصوص فلسطین ای تغییر داد که قرار بود بعد از دورانهای حکومت ترامپ که مسئله صلح ابراهیم به میان آورده بود، کشورها و حاکمان خائن عرب که داشتن یکی پی دیگری امو به رسمیت میشناختن اسرائیل و ما آخرین میخه به تابوتی مسئله فلسطین بزنن، ولی حماسی ها دیگه چاره نداشتن جز اینکه که یک تحور بکنن، یک شجاعت بکنن و نشان بدن که نه، مسئله غزه، مسئله فلسطین مسئله نیست که بمره و امتی را فراموش بکنه. اینها در عملیاتی که انجام دادن با روایت خود اسرائیل 1200 نفر، خب برای روایت واقع شد بیشتر از 4000 نفر اسرائیلی سنگسیر اینا کشتن و 260 نفر هم اینا اسیر آوردن که در بدل اسیرها اینها میتونن که تمام زندانیان فلسطین که 8800 تعدادشان طفلا و زنها هم در بیان است اینا آزاد بکنن. خب وضعیت قسمی که گفتم از شمال غزه مردم زیاد کوچ کردن، از وسط غزه هم راه قطع شدگی است، مردم پناه بردن به رفح، به جنوب غزه، به مرز مصر. اونجا اسرائیلی ها حکومت بنیامین نتانیاهو میخواهد که ولو که اسیرای اسرائیلی در اونجا تباه شوند و کشته شوند، 130 اسیری که باقی مانده، ولی باید اینا حماس ختم بکنن. اصلا مسئله حماس نیست، اینا میخواهند از قبل پلان شده با همکاری حکومت مصر مردم غزه را که تعدادشان 2,300,000 نفر تخمین زده میشه و اینا را کوچ بتن مثل سایر مناطق فلسطینی در جنگ نکبه، در جنگ نکسه، اینها را کوچ بتن از این منطقه و ایره به خاک مصر در صحرای سینا ببرن که اونجا یک صحرای خالی است و طبقی که اقمار صنایع را نشان میدن مصر ساخت ساز در وجود داره. منافقانه در ظاهر میگه که ما اجازه نمیتونم، اینها را میخوان کوچ بتن. ولی از داخل جامعه اسرائیل بسیار زیاد سر از اونا فشار است و جوامع غربی را اروپایی ها در این اواخر جانب قضیه را گرفتن، طرفداری این نسل کشی نیستن و عملیات به رفح نیستن. ما این فشار سر اسرائیل وجود داره که حمله به رفح نکنه، ولی حکومت نتانیاهو و خود نتانیاهو با همکاری استخبارات امریکا اینا تلاش دارن که عملیات انجام شود در رفح. باقی مانده مردم فلسطین، مردم غزه که 1.5 میلیون نفر در اونجا پناه بردن، اینا را یک بار دیگر به خاک خون بکشند، باقی مانده از اینا را و اینا را مجبور بسازن که به مصر فرار بکنن. وضعیت از عمیق قبیل است، ولی در هر صورتش با وجود قربانی های هنگفت تا حال اسرائیل بعد از کشتن 30,000 نفر، زخمی کردن 60-65,000 نفر هیچ دستاوردی نداشته
حکومت نتانیاهو انشاءالله که سقوط میکنه و جامعه اسرائیل با وجود چیزش یک جامعه آگاه و دموکراتیک است و مردم اونجا فشار میارن. وضعیت انشاءالله امیدواری همیست که با فشار حوثی‌های یمن هم به نفع فلسطینی ها و به نفع غزه و حماس تمام شود. بله آقای قیاسی، از وضعیت حقوق بشری مردم غزه، مردم رفح و کمپ آوارهایی که مهاجرین غزه در آن به سر میبرند بگوین. آیا برشان غذا هست، آب هست؟ طبق گزارش ها میرسانند که محاصره تاکنون پابرجاست. این مردم چگونه زندگی میکنند؟ شما قسمی که اطلاع دارین در طول تاریخ همین 17 سالی که غزه در محاصره بود و قبل از او یک مؤسسه است برای مؤسسه اونروا، او را بیشتر اروپایی ها تمویل میکنن، ایرلند، انگلیس، جرمن اینها تمویل میکردن. از آن جایی که کشورها اکثرشان به استثناء ایرلند، این کشورها اکثرشان بانی و مؤسسی رژیم صهیونیستی هستند، اینها امو کمک هایی که میکردن، کمک های بشری به اونروا را قطع کردن که اون مکاتب و شفاخانه ها را تمویل میکرد. در غزه وضعیت حقوق بشر به صفر رسیده، دیگه هیچ چیز اونجا وجود نداره. یک شفاخانه، آخرین شفاخانه را که در خان یونس مانده بود و را دیروز باز عملیات کردن، بسته کردن. دیگه تمام شفاخانه ها، تمام مواردی ابتدایی یا اولیه زندگی که کانال های آب است، کانالیزاسیون هست، مکتب هاست، دیگه شفاخانه هاست، همگی تعطیل است. اونجا آب یافت نمیشه، نان یافت نمیشه، غذا یافت نمیشه. با کمکی تمام کشورهایی که پیروی یا دنباله‌روی صهیونیسم و لیبرالیسم هستند و اسرائیل تمویل میکنن، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، اونجا دیگه وضعیت یعنی فراتر از این که درباره شده انسان بحث بکنه. دیگه وضعیت فقط همونجا خداست که به داد اون مردم برسه و مردم علف میخورن، مردم بیشترش از گرسنگی میمرن، از زخمی ها، از نبود دوا میمرن. هیچ وضعیت رو به تغییر نیست و دنیا هم تحرک نمیکنه. برعکس امریکایی ها در خفا نسبتا و بعضا هم حالا تشویق میکنن اسرائیل که به عملیات خود انجام بده و عملیات خود انجام بده در رفح و جلوگیری میکنن از یک فیصله ای که در شورای امنیت امکان داره که یک طرف شود که آتش بس دائمی شود. از آتش بس دائمی امریکایی ها جلوگیری میکنن. یک جنایتی ناگفتنی، باور نکردنی، بشری از نهاد و از تمدن غربی. قیاسی صاحب، سوالی که از آقای حماد داشته میخوایم تکرار از شما داشته باشم. همزمان با این که جنگ و درگیری در غزه آغاز شد، تا 118 روز مردم غزه، ساحه غزه مورد حملات و بمبارمان رژیم اسرائیل قرار دارند. نشست‌های در گوشه و کنار دنیا در منطقه به خاطر صلح و آتش‌بس هم به راه افتید. نشستی به میزبانی قطر که در آن رؤسای استخبارات کشورهای منطقه، کشورهای عربی و رژیم اسرائیل حضور داشت، به راه افتید. اما ما منتظر یک نتیجه مطلوبی بودیم که جنگ منجر شود، جنگ توقف بکنه، کشت و خون اینجا پایان بیابه و آتش بسی در غزه برا بیفته. چرا نتیجه مطلوبی نداد؟ تقریبا بعد از یک ماه اول جنگ تمام کشورها، نهادها، حتی امورایی که با حماس دشمن هم هستند و شمول اتحادیه اروپا اینا نظرشان تغییر کرده. یک از نتایج همین جنگ هم می بود که نظر جهان غرب، نظر حتی همه دوستای اسرائیل هم در مسئله اسرائیل تغییر بوده، یعنی نسبت به اسرائیل منفی شود. این کار شد. اونا فعلا در صدد هم بیستن که یک آتش بس دائمی شود، تبادله اسرا شود. یگانه نهادی که او را قبول نه، حتی در داخل خود اسرائیل، جامعه اسرائیل، پارلمان اسرائیل طرفدار از این است که تبادله صورت بگیره، آتش بس دائمی شود. اما لابید که او به اصطلاح حزب مخالف یا پارتی مخالف در پارلمان اسرائیل است، اونا میگن که آتش بس شود. یگانه جریانی که مخالف آتش بس است نتانیاهو و سه وزیری هم بنیادگری از اوست که از او سه حزب که امروز از اعتراف کردن و در قسمی که مولانا صاحب هم در پشت پرده علنا امریکا و CIA مخالفی یا آتش بس است. اینا هم نقشه هایشون خودم میخوان پیاده بکنن که گویا مجبور بسازن که مردم غزه کوچ بکنن و کوچ داده شوند و به مصر بروند.
ولی اونجا در محکمه ملل متحد هم محکمه یکی محکمه لاها، دو محکمه است در لاها، یکی محکمه جنایت بشری است، جنایت جنگی است، یکی محکمه ملل متحد است که در اون دوران بحث فعلا جریان داره که 52 کشور دنیا نظرات خود ارائه می‌دارند در پیامدهای اشغال اسرائیل در طول 75 سال بر سرزمین‌های فلسطینی. او تاثیر خود داره. قبلا محکمه جنایت جنگی را فیصله کرده که اگر عملیات به این شکل ادامه بده اسرائیل نسل کشی حساب می‌رود و از اتحادیه افریقا را به حیث ناظر اسرائیل اخراج شده و بوریل رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا را سخنانش که در ظرف یک هفته ما تعقیب میکنیم و سخت طرفدار آتش بس دائمی هستند. اینها بخواهی نخواهی تاثیر خود دارند. ما امیدوار به هستیم که آتش بس شود، چرا که فعلا در رفع عملیاتی را که قرار بود اسرائیل انجام بدن اونها 10 روز دیگه التیماتوم دارند این عملیات انجام ندادن. شاید نتانیاهو را به خاطر جامعه خود اسرائیل کرد، در 10 روز دیگه اینا سری مثلا رایزنی کردند و یک توافق برسند. اگرچند که در ابتدایی ترین شکل توافق پیشنهاد حماس اونها موافق بودند، ولی بعض جزئیاتی بود که نتانیاهو میگفت که ما کتبی ضمانت نمیدم که ما برای همیشه جنگ در غزه ختم میکنم. ما لفظی را چی میتم قول میتم اما کتبی نمیتم. شاید در داخل خود کابینه اسرائیل اینها بس نزدیک باشه، 10 روز دیگه برای حماس اینا التیماتوم دارن وقت دارند. در ظرف 10 روز امیدواری زیادی است که آتش بس شود و آتش بس دائمی شود. یک پیشنهاد هم امریکا با شورای امنیت کرده که امروز یا صبح سرش بحث می شود که در شورای امنیت اونجا اگر فیصله شود که یک آتش بس موقت انسانی برای 2 ماه که او شاید در ظرف 2 ماه مردم وقت دارن که یا آتش بس دائمی بکنن و تبادله اسرا صورت بگیرد. جنجال هم در تبادله اسراست که اسرائیلی‌ها میخوان که اسراشون یک جا آزاد شوند ولی حماس میخواد که در 3 مرحله آزاد شوند. بس در این مسائل بود. ان شاء الله امیدواری است که آتش بس شود ولو به شکل موقت هم باشه و بازم آتش بس موقت با آتش بس دائمی به انجام آید. بله آقای یاسر، شما گفتین که امریکا و CIA طرفدار آتش بس به این زودی در غزه نیستند. همچنان امریکا گفته است که طرحی که از طرف کشور الجزایر و خاطر آتش بس به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد از طرف امریکا ویتو خواهد شد و امریکا طرفدار آتش بس به این زودی نیست. حالا اگر شورای امنیت تصمیم بگیرن نشستی برگزار بکنن یا که افریقای جنوبی این تقاضا را انجام داد یا الجزایر، فکر نمی‌کنید که در این جریان همچنان نتیجه مطلوبی نخواهد داد؟ چرا شورای امنیت هم بالاخره به شکل تاثیر کشورهای قدرتمند غربی است؟ به خاطر که الجزایر از اساس حکومت فعلی الجزایر برخلاف کشور برخلاف المغرب برخلاف سعودی و برخلاف امارات که به رسمیت شناخته، الجزایر سرسخت نظامش رژیمش مخالف اسرائیل است و مخالف امریکا است. با این خاطر شاید امریکا پیشنهاد از نو را ویتو کنه که او پیشنهاد برای آتش بس دائمی است، ولی خود امریکایی‌ها یک پیشنهاد تعدیل شده برای پیشنهاد الجزایر دارند که برای یک آتش بس موقتی امریکایی‌ها پیشنهاد میکنند. احتمال قوی میرود که آتش بس موقتی که امریکا پیشنهاد میکنه در شورای امنیت رای ببره و همگی به او رای بدن، هیچ کس را ویتو نکنه. باز ما گفتم امیدواری همیشه که در جریان همون آتش بس موقت که برای 2 ماه باشه یا 1 ماه باشه اینا به نتیجه مطلوبی برای تبادل اسرا برسند و جنگ خاتمه پیدا کنند. بله بسیار تشکر. خیلی ممنون. جهان و کشورهایی که اسرائیل سپورت میکنن و سپورت مالی میکنن مثل اتحادیه اروپا و اینا، جرمنی و اینجا، اینها فعلا طرفدار آتش بس دائمی هستند. به این خاطر این فشاران نتیجه خواهد داد ان شاء الله که آتش بس دائمی میشود ولی بعد از آتش بس موقت. بسیار تشکر. بینندگان گرامی، بازم یک وقفه کوتاه. بازم خوش آمدید. قیاسی صاحب، جنبش آزادی بخش حماس در جواب اقدام رژیم اسرائیل که مانع ورود فلسطینی ها به مسجد الاقصی شده است، این اقدام رژیم اسرائیل را یک نوع جنگ دینی و مذهبی علیه ملت فلسطین خواندین. آقای حماد هم میگن که رژیم اسرائیل اساس جنگش و درگیریش و کشتار مردم غزه مبنای دینی مذهبی داره. حالا میخوایم بدونیم وقتی جنگ اگر دینی و مذهبی و ایدئولوژیک است که رژیم اسرائیلی را برای انداخته است تا 75 سال این ملت را میکشانه و به محاصره میگیره،
سایر امت اسلام، کشورهای اسلامی چه مسئولیت دارند؟ اینها چگونه میتونن چنانچه دنیای حامی رژیم اسرائیل سر و جان در خدمت این رژیم هستند، امت اسلام چه کمک کرده میتونه؟ یا اگر کمکی میتونن بکنن چگونه میتونن بر غزه خود را برسونن؟ ما نظر همه صاحب تایید میکنم. خب با یک تفاوت که جنگ در این شکل مذهبی داره و این جنگ دینی است و اون فیصله قرآن کریم است که یهود و نصارا با ضد مسلمانان تا ابد می جنگنی هست. اما اصل تاریخچه از اینکه فلسطین اینجا بعد از جنگ جهانی اول که سلطان عبدالحمید یا خلافت عثمانی که شکست خورد با فلسطین در اشغال بریتانیا در آمد و بریتانیا بعدا در سال 1914 از 1914 بعد که جنگ جهانی اول ختم شد، باز هرتزل این برنامه را گرفت که یک صهیونیست است. صهیونیسم یک جریانی سیاسی دینی است، ایدئولوژیک است یا دینی نیست. در صهیونیست‌ها هم صهیونیست‌ها میتونن که مسیحی ها زیاد صهیونیستن، اکثر رؤسای جمهوری امریکا صهیونیست نبودن، مسیحیستن و حتی به نام صهاینة العرب بسیار از سران عرب صهیونیست می باشند که مسلمان خود میگیرن، ولی یک جریان سیاسی چه است مذهبی صهیونیست‌ها. این به خاطر از اینکه یهودا در اروپا تسلطی بر اقتصاد داشتن، تسلطی بر سیاست داشتن، تسلطی بر علم داشتن. در جنگ جهانی اول این توطیه ریخته شد که باید یک سرزمینی برای یهود پیدا بکنن، یهودای اروپا که اینا را کش بتن و اونجا ببرن که از شر یهودای اروپایی خود چی بکنن، خلاص بکنن. اینها همین سرزمین فلسطین را برای یهودا دادن. از سلطان عبدالحمید اول خواستن که برای ما بوتی سرزمین را در مقابلش میخریم، تیکه جایی را سلطان عبدالحمید نداد، به اثر از خلافت عثمانی را سقوط دادن انگلیس‌ها و باز این سرزمین را به اسرائیلیا دادن و هرتزل برنامه‌اش چنین بود در وادی بالفور که باز معاهده بالفور این سرزمین را به اسرائیل دادن. اسرائیل باز دولت خود تشکیل کرد و جنگ جهانی دوم شروع شد. جنگ جهانی دوم که شروع شد با مو ایدئایی که یهودا باید اینا از اروپا ختم بکنن، هتلر با روایت 6 میلیون یهودا یا شاید هم کم یا زیاد او در کوره های داشت گاز و سوزان یهودا را و اونا را از سرزمین خود قلقه کرد در جنگ جهانی دوم و اونا به نام هولوکاست یاد میکنن و این باعث شد که از تمام سرزمین های اروپای شرقی و اروپای غربی یهودا کوچ بکنن تا یک ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی صهیونیسم اینا را کوچ دادن و در این سرزمین آوردن. این جنگ دینی که ایدئولوژیک است، تنها جنگ دینی نیست. دینی به خاطر از که مسیحیای انجیلیکانی که در امریکا هستند و در غرب هستند این جنگ تمویل میکنند. اگرچند که اصل یهودهای اصلی که هستند، یهودهای مذهبی دینی که هستند، با این جنگ مخالف هستند، با سرزمین با دولت اسرائیل مخالف هستند، چرا که در متن تورات آیات آمده که شما باید در سرزمین در میان دیگه ملت ها پراگنده باشد و در قرآن کریم هم آیات است که اسکن الارض و برای یهود گفته شده که در زمین شما ساکن باشین، سرزمین خاصی نداشته باشین. از نگاه دینی این در تورات در قرآن رد است، ولی به هر صورت رنگ دینی دارن به خاطر از اینکه مردم از خاطر دین و سرزمین آبایی ما که از نیل تا فرات است، یعنی من البحر الى النهر اینا میگن که از نیل تا فرات سرزمین خود میدونن. حتی دمو شگل دمو پولهای فلزی اسرائیل چاپ است که نقشه اسرائیل بزرگ همیست که اینا چی دارن. ولی جهان اسلام متاسفانه هم صهاینة العرب اکثرا حکام کشورهای اسلامی که هست فعلا صهیونیست هستند، در ظاهرا اعلام نمیکنن زیر پرده. مثال ابراهام هم که ترامپ و کوشنر دامادش که را مطرح کرد و میخواستن که را تعمیل بکنن که با اثر امی همت و شجاعت مردم غزه الحمدلله که خونسا شد، میخواستن که تمام کشورهای عربی که اون امارات در رسمیت شناخت، بحرین به رسمیت شناخت، سعودی هم قرار بود که به رسمیت بشناسن، ایسان خونسا کرد. متاسفانه در سرزمین اسلامی کسای حاکم هستند که حکومت، نظام، استخبارات دو برست کسای صهیونیست هستند. اونا یعنی جزئی از همین برنامه هستند. دیگه در جهان اسلام یک سودان ما داشتیم که اون در سودان دولتش نیمه چی بود که پاسان اون دولت تکیه کرد که در اثر همون برکت اون اسرائیل و چی دولت اصلا پاشید جدا شد، یک بخش امریکایی‌ها تمویل میکنن، یک بخش اسرائیلی‌ها و جنگ است. دیگه یک ایران مونده در
منطقه حوثی ها در یمن ماندن، ایران اونجا مانده. ایرانی ها هم تا جای همراه حزب الله اینا در این جنگ قسمی که پیش بینی میشد او قسم فعال نشدن. متاسفانه ملت فلسطین در یک میدان و سرای وطنهایی ماندن. یک امتحان بزرگ خداوندی در این آمد و فعلا جهان اسلام توقعی برده نمیشه که یک الجزایر است که الجزایر هم اونجا از اشارات فرانسه میترسد، اون مثلا دور واقع شده یک ذره. و تونس است که تونس هم حاکم شد نظام دموکراتیک است، خود دارن یک پاچای یا یک رئیس جمهور دیکتاتور دیگه اونجا آمده. یک تونس و الجزایر مخالف اسرائیل است که دور واقع شدن و کاری کردن نمیتونن دیگه. سرزمین های اسلامی توقع نمیره که سرزمین های اسلامی مرسی را شهید کردن، حکومت های دموکراتیک خود از سقوط دادن. اثر این حکام کشورهای اسلام به خاطر همین ساخته شده که اسرائیل نگاه بکنن. اینا برعکسی که از واقع برده نمیشن و بریابی ساخته شده که اسرائیل نگاه بکنن، دفاع بکنید. خیلی ممنون آقای قیاسی. در یک دقیقه میخوام نظر شما رو هم داشته باشیم. یک نکته حساس را آقای حماد اشاره کردند، میگویند که کشورهای همجوار فلسطین خصوصا حکام عرب ترسی را که از جنبش آزادی بخش حماس دارند از رژیم اسرائیل ندارند. دلیلش چیست؟ آیا در حقیقت دشمن جهان اسلام، دشمن کشورهای عربی رژیم اسرائیل نیست؟ یک فرقی جا هست که شما فرق بکنید بین امت اسلامی و حکام کشورهای اسلامی. حکام کشورهای اسلامی درباره گپ زدیم که اینا اکثرشون صهیونیست هستند، اینا طرفدار رژیم هستند، در ظاهر نمیگن به خاطر ملتشون، ولی واقعیت هست که اینا برای حمایت اسرائیل ساخته شدن. یعنی در مصر انتخابات شد، اخوانی ها بردن، یک سال بعد سر از اونها کودتا شد، 16 میلیارد دلار کشورهای خلیج دارن اونجا کودتا کردن. در سال 1996 در الجزایر انتخابات شد، 98% اخوان در الجزایر برد، نهضت اسلامی الجزایر. در فلسطین در سال 2006 انتخاب، 2005 انتخابات شد، می حماس 78% رای برد، حکومت تشکیل داد. در اینجا توسط دهلان حکومت کودتا کردن. شما فرق بکنید با بین حکام کشورهای اسلامی عظیم میترسن که امی تخت و پاچایی و قدرت از اینا از بین را به خاطر غلامی را قبول کردن. ولی راه حل همین که امتی اسلامی از شرق تا غرب، از افغانستان گرفته تا جنوبی افریقا، این ملت ها باید قیام بکنن، باید حکام از تختشان وزیر بکشن، مثل بخار عربی وار یک بار دیگه این امت قیام بکنه، این ملت ها قیام بکنه، این حکام دور بکنن، این حکومت ها را دور بکنن. باز امکان آزادی مکمل فلسطین هست. تایی که حکام عرب هستن، این همسایه ها در اردن، در مصر، در المغرب، در بحرین، در امارات، تایی که حکام سر قدرت هستند، تا که کشورهای اسلامی آزادی خود از دیگه سیاسی امت اسلامی نگیره، در داخل خود کشورهاشون هیچ کاری برای فلسطین کردن نمیتونن. این ملت‌ها که کار میکنن متاسفانه فعلا از حکام عرب هیچ امیدی نیست. صراحت هم است که اینا جزئی از برنامه‌های غرب و صهیونیسم است. خیلی ممنون. جان سپاس آقای قیاسی از شما. امتنان و شکران فراوان از حضور هر دو مهمان گران قدر برنامه، آقایان محمد میرویس قیاسی تحلیلگر امور سیاسی که از طریق خط اسکایپ از ترکیه با ما بودن، و همچنان تشکر فراوان از سیف‌الرحمن حماد عالم دین که اینجا در استودیو تشریف داشتن. تشکر و امتنان فراوان از شما همچنان که تا این دم بیننده برنامه چشم‌انداز بریا بودید. بخیر و خاطرتان خوش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.